بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر به یکایک شما خواهران عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار تمام وقتهای من و شما را در راه خودش، در راه علم آموختن و علم دادن و در راه اصلاح مردم الهی سپری کردن را نصیب گرداند. امروز باز در روز سه‌شنبه همراه درباره نشانه های کوچک روز قیامت صحبت میکنیم. در درس گذشته خیلی که الان یادرس کردید خواهرها درباره چگونه مادران ارباب خود را تولد میکنند و چگونه مردم در آرا کردن زیب و زینت دادن خانه ها با هم مسابقه میکنند، چگونه مسجد مفهوم اساسی خود را از دست میدهد و مسجد به جای علم و جای عبادت شدن برعکس با مناره و با دیوارهای رنگینش مردم با هم فخر میکنند. در این باره ها گفته گذشته بودیم. باز میگذاریم به نشانه های دیگری روز قیامت که خواهران عزیز امروز میبینید که اکثریتش در زمان من و شما وجود دارد. یکی از نشانه های دیگرش پیامبر میگویند لا تقوم الساعة حتى یکثر الحرج. روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه حرج خیلی زیاد شود. وقتی میپرسند که و ما الحرج یا رسول الله، و حرج چی است ای پیامبر الله؟ پیامبر میگویند القتل، کشتار. و حدیث در صحیح مسلم است. و این چنین در حدیث دیگر که در بخاری آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در نزدیک شوی روز قیامت خیلی کشتار زیاد می شود و علم از بین می رود و جهل ظهور می کند، یعنی بیسوادی همه جا را فرا می گیرد. و این چنین در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند پیش روز قیامت خیلی کشتار زیاد می شود و کشتار با مشرکین نه، کشتار بین خودتان ای مسلمان ها، شما بین هم می جنگید. و از این صحابه در حیرت می افتند و می گویند مگر ما در آن وقت عقل نداریم که مسلمان ها یک دیگر را بکشیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند لا ینزع عقول اکثر اهل ذلک الزمان. برداشته می شود عقل های اکثریت مردم آن زمان و حتی که انسان های از حد پست و بیسواد بالای مردم می آیند و زیادیشان گمان می کنند که آنها در راه حق هستند یا آنها صاحب چیزی هستند ولیکن هیچ چیز نیستند. و سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یکی از سبب هایی که کشتار در آخر زمان زیاد می شود این که انسان های بیسواد زیاد می شوند بالای مردم و شاید با فتوای آن انسان های بیسواد یا با راهنمایی آن انسان های بیسواد جنگ در بین مردم زیاد شود، کشتار در بین مردم زیاد شود. و حتی در حدیث دیگر میگویند لا یدری قاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. اینقدر جنگ و کشتار زیاد می شود که انسان کشته شده نمی داند که به کدام خاطر از دنیا رفت و انسانی قاتل هم، انسانی که قاتل است او هم نمی داند که چرا کسی را کشت. خواهران عزیز همین روز یعنی در زمان من و شما این چیز خیلی و خیلی آشکارا عیان هست که چقدر مردم با همدیگر به خاطر یک چیزهای خیلی به ارزش دنیا همدیگر رو میکشن، همدیگر رو نابود میکنن، دولت به دولت، انسان به انسان، مسلمان به مسلمان. سبحان الله جنگ ها رو ببینید، این جنگ های بی‌معنی که امروز هست، خصوصا وقتی میبینم صف برادران زیادی ما، برادران تاجیکی که از خون و جگر ما هستند میروند و در اوکراین کشته میشوند و کم نیستند خواهرایی که از ما میپرسند که استاد مسیر شوهری من چیست، برادری من چیست، مسیر این خویش من چیست که او الان در اوکراین کشته شد. خواهرها به اینها چی میگوییم؟ وقتی که یک مسلمان میرود در صف یک لشکر کافر که همه میدانید کشور روسیه اگرچه
چقدر در داخلش مسلمان ها هست. کشوری 100% کشوری کافری هست، حکم 100% کافری دارد. برای حمایه کدام کشور می جنگی؟ برای کی می روی؟ وای که بسیاری ها می روند برای حجت. گویا که در روسیه اگر زندگی نکردیم قیامت دیگر قائم شد، دیگر ما حیات نداریم بدون روسیه. اگر روسیه ما رو به خود قبول نکند، تاجیک دیگر جهان ندارد، تاجیک دیگر زمین ندارد. که می روند جوانهای 23 ساله و 25 ساله و 30 ساله و حتی مردهای 50 و 45 ساله می روند کشته می شوند، کشته میشن. و این جنگ ها هم یکی از نشانه های قیامت است که جنگ های عموما بی‌معنی. اگر فکر کنید خواهران عزیز، چرا این دو دولت با هم می جنگند؟ چرا الان این دو دولت با هم می جنگند؟ نه کی ظالم است کی مظلوم است ما فهمیده نمی توانیم. و چیزی که ما برای اون می سوزیم خون همان برادران است، خون برادرانی که امروز می روند و در این جنگ ها کشته می شوند. یک لحظه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حتی انسان نمیداند که چرا کشته شد و چرا کشت. و این کشتارهای زیاد و این گفتیم جنگهای بی‌معنی و این چونین این ساخته شدن سلاح‌هایی که تو میخوای یک نفر رو کشی اما یک شهر رو نابود میکنی، داد از دست این سلاح‌هایی که امروز هست، اسلحه‌ای که امروز هست، چی نووی باشد چی چیزی دیگر باشد، که آنها پیشتر که دو نفر با هم می جنگید با شمشیر یک نفر از آنها کشته میشد، امروز یک شهر رو با یک کوچکترین بمب نابود میکنند. و این کشتارهای زیادی که امروز هست چه هست؟ از نشانه های قیامت است. و هر مادری که به فرزندش اجازه میدهد که به اوکراین رود و بمیرد یا به دولت دیگر، عزیزان دنیا با فقط دو سوم روسیه نیست، دنیا فقط با پسابیای روسیه نیست، در دنیا فقط زندگی برای تاجیک زمینی سرد روسیه نیست، دنیا خیلی وسیع است. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، میگوید الله. آیا زمین الله وسیع نیست که در آن هجرت کنید و اینقدر به ظلم شریک نشوید، اینقدر به گناه شریک نشوید؟ این عمری که خیلی کوتاه است باید در یقین استفاده کرده شود. حالان که 1% هم نمیتوانیم فتوا پیدا کنیم، نیم به نیم یک طرف استاد، 1% هم نمیتوانیم فتوا پیدا کنیم که هر تاجیکی که در صف لشکر روس می جنگد او در راه درست است، او در راه درست نیست. او نمیگویم که او کافر است، معاذ الله که ما به یک مسلمانی که به خطاگی جدی دست زد او رو هنوز کاملا نپرسیده و درباره‌اش نآموخته او را حکم کنیم، ولی خطا است، اشتباه است. در پیشگاه الله جوابگری دارد. به خاطر یک دکومنت، یک به خاطر پسابه یا چیز دیگر اصلا نباید یک مسلمان در صف آنها بجنگد. این بود درباره کشتار. چیزی دیگر خواهران عزیز، پیامبر میگویند سبحان الله لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان، روز قیامت نزدیک نمی شود تا وقتی که وقت ها به هم نزدیک شوند، یعنی وقت خیلی زود گذر باشد. در دوامش پیامبر میگویند 1 سال مثل 1 ماه میگذرد، 1 ماه مثل 1 هفته میگذرد، 1 هفته مثل 1 روز میگذرد، 1 روز مثل 1 ساعت میگذرد. 1 ساعت باشد مانند این که تو چیزی رو یا ورقه رو پره رو سوزانده که خیلی زود سوخته می رود، در چند لحظه می گذرد. یعنی امروز خواهران عزیز چقدر زود گذشتن وقت رو من و شما شاهد هستیم. بعضی از علما میگویند معنای این حدیث بی برکت بودن وقت است، یعنی اینقدر وقت ها بی برکت می شود که تو کاری که در 1 سال ببخشید در 1 ماه میتوانی انجام دهی، در 1 سال انجام میدهی و با همین تو تماما وقتت به برکه می رود. بعضی ها میگن نه، در حقیقت گردش خودی فلک و رفتن آفتاب و ماهتاب خیلی زود می شود و انسان شب روز نمی فهمد که چگونه عمرش گذشته ایستاده است. و اینجا یک سخن عجیبی دیگر است، میگویند از زیاد شدن وسایل تکنولوژی
مویون عمرمون چه خیلی سپری شده ایستاده است نمیفهمیم. خیلی و خیلی زود می رود و بیخبر میمونید. خواهران عزیز، وقتی که به زندگی علما نگاه میکنید، امام شافعی همگی 54 سال عمر داشتند. چقدر کتاب دارند، چقدر فتواها دارند، چقدر شاگردان دارند. یک زندگی دارند که فکر میکنی ایشان 1000 سال زندگی کرد. یا مثلا امام نووی همگی 42 سال یا 43 سال زندگی کردگی هستند. امروز یک مرد 43 ساله رو میبینی، تو 43 سالگی چی کرده است؟ حتی برای خود هم چیزی نکرده است، برای فرزند هم کجا رسد برای امت. در حقیقت ما در آخر زمان هستیم که اینقدر این وقت ما بی برکت هست. سبحان الله، عمرمون رفته می ایستد. از این سال تا اون سال چی کار کردیم؟ و من خودم شخصا هم خواهران عزیز یکم خودم رو خیلی و خیلی سرزنش میکنم که سالها میگذرد، هفته ها میگذرد، چی کار میکنم هیچ معلوم نیست. عمرم رفته ایستاده است و وقتی که مرگ به سراغ می آید چی میگفته باشه؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میگویند شما یک سال مثل یک ماه میشود و یک ماه مثل یک هفته، خواهران عزیز همین گونه عمر خیلی زود میگذرد و این زود گذشتن وقتی که از نشانه های قیامت است. اما مؤمن باید زیرک باشد و من خودم شخصا همین حدیث رو خواهران عزیز میگویم. نابود کننده همین عمر ما، پیشتر هم چندین بار گفته بودم، همین تلفن های دستی ما هست. از یک تلفن رو به دست میگیرید، نصف روزی از آن شما رو فقط به خود می آورد، از این گروه به آن گروه، از تماشا کردن عکس این به تماشا کردن عکس آن، از خرید این تا خرید آن، دیگر عمر گذشته می رود. و سبحان الله، وقتی با یک خواهرها می نشینید، به جای اینکه از زندگی خود چیزی بگویند، مثلا نه اینکه خبرکشی، عموما چیزی، همیشه از چیزی تماشا کرده خود میگویند. فلانی رو تماشا کردم، فلانی رو دیدم، فلانی این گونه گفت. عمرشون رفته ایستاده است و عقل آنها مشغول است به حیات دیگران. باز که این گونه یعنی یاوه‌گو یا گفتیم بیهوده‌گویان احمق که خیلی زیاد هستند. بعضیشان از صبح تا شام تا خوردن و خواب رفتن و ببخشید حاجتخانه هم نوار میکنند و تماشابین آنها هم کم نیست. و این یعنی وقتی که آخر زمان نزدیک است و وقت تیز میگذرد، سرمایه من و شما که خود وقتمان هست خواهران عزیز، باید چگونه من در این لحظه های کوتاه که دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله میگن یک ساعت مثل لحظه میگذرد، باید چگونه با ثمر گذرانیدن اون، چگونه با فایده گذرانیدن اون، حداقل با تسبیح و با 2 رکعت نماز گذرانیدن رو باید خواهران عزیز به خود نقشه کشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم همگی 63 سال زندگی کردند. در 63 سال زندگی خود این گونه شب و روز رو، فقط روز رو نه، هم شب و هم روز را استفاده کردند که کلی روش دنیا تغییر یافت با آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم. ببخشید خواهران عزیز، ما نه شب رو امروز ها استفاده میکنیم نه روز رو و همین گونه نصف عمر گذشت و رفت، نصف دیگرش هم میگذرد. به کجا استفاده کردیم؟ یک بار باید به خود آییم و از این اومدن یا نزدیک شدن روز قیامت ما هم برای خود از این وقتهای خود توشه گیریم. یعنی فقط وقتمون است که برای ما اجازه میدهد یک عمل صالح رو انجام دهیم. وقتی که ما آن رو با عمل صالح انجام ندادیم، خواه نخواه با دیگر عملهای باطل سپری می شود و شده ایستاده است. از جمعه تا جمعه، از سه شنبه تا سه شنبه با یک میجه زدن دارد میگذرد. و پیامبر چی میگویند؟ یکی از نشانه های قیامت این است که شمایان خیلی و خیلی زود عمرتون میگذرد، خیلی زود میگذرد و این زود گذشتن رو باید یعنی تا قدر توان همان گونه که وقت به پیش دویده ایستاده است، ما و شما هم با عملها بدویم و پروردگار این توفیق را برای ما الها نصیب گرداند که بقیه این عمری که در ما هست در تماشا کردن بلاگران و در تماشا کردن کی چی پخته است و کی چی خریده است و کی چگونه ببخشید خانه‌اش رو تمیزکاری کرده است نگذرانیم. و جای این 2 رکعت نماز نافله خوانیم، و جای یک سر زنیم به
خیش و تبار، والله احوال یک خیش و تبارتان رو پرسیدن، حتی با گربه های کوچه خوراک دادن بهتر است از تماشا کردن دو بلاگر یاوه‌گو که بعضی اینش رو دشنام میکند، اینش رو حقارت میکند. و چقدر اینها روز از روز زیاد شده ایستادن که اینش دیگه آش میماند، دیگرش نمیدونم نان تنور، که اینها رو باز تماشا کننده هایشان هست که حیف آن وقت و آن عمر و آن نور چشمتان که به آنها میدهید و بخبر هستید که یک مرگ سراغمون می آید، یا اینکه پیری در پشت در ما ایستاده است و امروز پگاه داخل می شود، دیگر ما قوت نداریم که عبادت کنیم، دیگر ما قوت نداریم که از پی عملهای صالح گشتیم و چی می گفته باشیم؟ نامه اعمال پر از تماشا کردن بلاگر و چیزهای بیهوده و عکس جیانم و عکس خالم و عکس نبیره خالم و چیزی دیگر از عملهای صالح به هیچ چیز دستمون نرسیده ماند. چیزی دیگر خواهران عزیز، دویم گفتیم تیز شدن وقتها، دیگرش تقارب الاسواق، نزدیک شدن بازارها. و فدای آن پیامبر صلی الله علیه و سلم شوم که همین چیز رو به ما اینقدر سالهای دور 1400 و قریب 50 سال پیش به ما خبر دادند که پیامبر میگویند بدانید که روز قیامت برپا نمی شود حتی تظهر الفتن و یکسر الکذب و یکسر الکذب و تتقارب الاسواق. روز قیامت نزدیک نمی شود تا اینکه فتنه خیلی زیاد شود، دروغ هم زیاد شود و بازارها نزدیک شوند. یعنی اینجا در شرح همین حدیث آمده است که اینقدر بازارها نزدیک است که تو در خانه خود نشسته از بازار دولت دیگر خرید میکنی، تو در خانه خودت نشسته از مغازه دیگر جایهای دور خرید میکنی. پیشتر اگر فقط در یک شهر یک بازار بود، الان خانه ما پر از بازار است که با تلفن هم خصوصا در حال امروز میتوانیم خرید کنیم. و خواهران عزیز، وقتی که گپ درباره بازار رفت، یکی از مشکلی های جدی که من خودم شخصا چه در نزدیکانم چه در عموما مردم علل خصوص زنها میبینم، زیاد شدن بازار، زیاد شدن اسراف ما هست. و الله چی میگوید؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آنهایی که اسرافکار هستند برادران شیطان هستند. شیطانی که لعین است، شیطانی که پروردگار دشمن خود اعلام کرده است، میگه تو از همانها هستی. و وقتی که بازارها زیاد شد، با تلفن ما میتوانیم به یک چند سایت های تجارتی داخل شویم. ما هم گشتیم از برادران شیطان که پروردگار ما را در راه مستقیم ثابت نگه داشتن را نصیب گرداند. حضرت عایشه میگویند وقتی که ما در مدینه بودیم، فقط یک کرته بود که عروسان آن کرته را اینش به آن میداد و یک گردنبند بود که به همدیگر ما میدادیم و گفتی روسی پرکت میدادیم و فقط عروس از آن استفاده میکرد. خواهران عزیز، یک کرته، دو کرته، سه کرته آدم هایی هست، یعنی زن هایی هستند که تا 30 40 50 کرته هم دارن، باز هم همیشه چشمشان در خرید است. از این سال تا این سال می روند شفنیر خود را دیگر میکنند، بیخبر هستند که خواهران عزیز هر یک آن کرته که به شما لازم نیست تو خریدید، آن اسراف است. اون جوابگری خود را دارد. به جای اینکه یعنی در همین خانه خود نشسته هم پول خود را صرف کرده هم گناه نگیرید، بیاید فکر کنید که شاید یکی از خویش و تبار ما در کنج گرسنه است، قرضدار است، بیچاره است، یکی همسایه چیزی دیگری، کسی دیگری، نباید تا این اندازه از خود رفت. یعنی بعضیا با فخر میگویند که من از فلان دولت خرید میکنم، من از فلان شهر خرید میکنم، اما بیخبر هستند که گناه خود را دارند به دیگران تعریف میکنند. بازارها زیاد شد و گناه ما زیاد شد، بازارها و سایت ها زیاد شد و ما هم هرچی به جای به الله نزدیک شدن داریم به شیطان نزدیک میشویم. هر چیزی که خرید میکنید، چی برای خودتون چی برای فرزند، باید یک بار فکر کنید آیا به آن نیاز دارید یا نه. همیشه میبینیم گرسنگی خواهران عزیز، خواهرانی هستند که تا 8 ساعت و 9 ساعت پول میشویند، تا 8 ساعت و 9 ساعت مغازه کیم کدام کثیف عرق نوش و خوکخورها رو میروند تازه میکنند. بعد از این با همان معاش خود نمیدونم
کورتای نو و ماده نو و دیگر چیزهای دیگر میخرند، باز بعد از یک ماه همون. وقتی که تو خودت کارت تمیزکاری هست، ببخشید کارت پولشویی هست، کورتا پوشیدنی تو و تیلو پوشیدنی تو آبروی تو رو نمیبرارد. خواهران عزیز، آنهایی که کاری پست میکنند و باید با آن معاش کورتاهای قیمت یا تیلوواری میخرند، چقدر ننگ است برایشان. بهتر نیست تیلو هم نپوشند و در همون خانه خود با یک برده نان یا با یگان دهقانی و کاری که حلال است و آبروی آنها را زیر خاک نمیبرد به آن مشغول شوند. یعنی باز چیزی دیگر است. مردهای تاجیک هم برادران مردکار که لایکاری میکنند، سنگکاری میکنند، از کیلومترها معلوم هستند که این بیچاره مردکار است. دستهای ژولیده‌اش خبر میدهد، چهره‌های خاک‌آلودش خبر میدهد که این سنگکاری میکند. باید به این مردها رحم کرد. زنهایی که از این هفته تا اون هفته از توی خواهرت تا توی جیانت برای خود همیشه از پی خرید هستی، باید فکر کرد که شوهر از کجا این پول رو پیدا میکند. میگید نه این پسابی هست، پس وای حق فرزندت هست، اون مال فرزند است که نباید به آن این گونه به یگان فکر و به یگان ببخشید عقل و فراست صرف کنی و هیچ فکر هم نکنی. عجیب است، می پوشند خیلی از گران لباس و چیزهای دیگر. ببخشید عملی شما چی؟ جای کاری خودتان کجاست؟ جای کاری شوهرتان کجاست؟ شوهر بیچاره مردکار است، شوهر بیچاره میوه فروش است، شوهر بیچاره شاید ماهای سالها یگان بالشت نرمی را نبیند، خوراک گرمی را نخورد. وای زهر نمی شود برای زنهایی که اینقدر از پی لباس میگردن، نو کردن سمکه میگردن. به نزدیک خواهر گفتن الله حفظشان کند، میگن استاذه جان از لباس نگوید، مردم در مادی طلا هستند، طلای خود را یکدیگر رو دیده میخرند. فلانی خرید، من خریدم که نرخش رو میدونید. خر گفتی من خیلی پولدار هستم. پولت رو به جای صرف کن که دستگیرت باشد در دنیا و آخرت. با یک لطه نمیتوان برای خود آبرو خرید، با یک انگشتر زرد که نمیتوان برای خود آبرو خرید. خواهران عزیز، با یک پولی کرته دل یک یتیمی رو به دست می آورید، شاید تمام عمر برای شما دعا کند. با پول یک کرته با شکم یک گرسنه را سیر میکنید، شاید تمام عمر هر باره که خوراک میخورد شما را به یاد بیاورد و دعا کند. پول یک کرته را به یک خویش شوهرتان میدهید، شاید تمام مشکلی هایی که بین شما و بین او هست تمام میشود. هدیه تمام کینه ها را برطرف میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به همدیگر هدیه دهید محبت ایجاد میشود. ما باشیم نمیدونم بجای اینکه دل مردم را به دست آوریم، همش حرکتمون از این است که خود را آرا دهیم، خود را نمیدونم با دیگران برابر کنیم، در حالی که با لباس به قلب کسی جای نمیشوید، با تلاواری به قلب کسی جای نمیشوید. کسی میگوید چه خیلی خوشرو هست، گمان نکنید که شما را دوست داشت و برای خفه نشدن شما میگوید و میرود از یادش تماما میبراید. اما یک خوبی کرده شما در قلب مردم و نقش میبندد و فراموش نمیکند. سبحان الله. چرا ما از پی این گونه نیکی ها نیستیم؟ خواهران عزیز، مهاجرت یا گفتیم سفرهایی که من در نصف عمرم در سفر گذشت، اینقدر چیزهایی را از خود انسان ها آموختم که از کتاب ها آموخته نمی شود. چند همسایه داشتم خصوصا در مصر، سبحان الله، لباسش شاید 10 سال پیشینه است، تمام همون محله رو قلبش رو به خود جلب کرده بود. هر یک نفری که در محله است وقتی میدید دعا میکرد، حیران میشدی که چیکار میکند. فکرش در این بود که کی در اینجا بیمار است، کی در اینجا بیچاره است، به کی چگونه کمک کنم. ما فکرهایمون فقط برای خرید است و گفته ایستادم آنهایی که تاجر هستند چیز دیگر. اما وای که زنهایی که شوهرتان مردکار است، تاکسی میراند، شوهرتان در یک ماه یک بار می آید و شبها کار میکند، به حال آن شوهر بسوزید. اگرچه برایتان نمیگوید، به 1001 آن خریدی که شما میکنید شاید شبها برایتان لعنت فرستد و شما بیخبر هستید. شاید فرشته های الله شبها برایتان لعنت فرستد و بیخبر هستید که آن مردی که اینقدر با عرق جبین کار میکند، تو داری پول آنها رو به کجا یا به کی صرف میکنی. اما گفتید نه پول خودم هست، از پول خودتان هم پرسیده میشوید.
از کجا گفته است که وقتی پول خودت هست این گونه تو ویل خرج یا اسرافکار باشی؟ و این نزدیک شدن بازارها، باور کنید ما رو هرچی به دوزخ نزدیک کرد و هرچی ما رو به اسرافکاری نزدیک کرد. پناه به پروردگار که چشممان هیچ سیر نمی شود از لطه خریدن و از ماده نو خریدن. این درباره بازار بود. چیزی دیگر خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یکی از نشانه های قیامت ظهور کردن شرک در بین امتی من، یعنی مردم مسلمان آمیخته گشتن و آغوشته گشتنشان به شرک است. و درباره شرک خواهران عزیز نگاه کنید، پیامبر میگویند، حدیث در سنن ابو داود است، وقتی میگویند مسلمان ها شمشیر جهاد را به زمین نهادن دیگر برداشته نمی شود، یک بار مردم از جهاد دست کشیدن دیگر کسی از پی آن نمی شود و این چونین روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه قبیله های از امتی من پیوست شوند به مشرکان و حتی که پرستش کنند بت‌ها را. در حدیث دیگر آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، در بخاری مسلم است حدیث، روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه گروه از زنها، سبحان الله، حتی زنها میگویند در اطرافی بود دور بزنند، در اطرافی بود دور بزنند، اون هم از زنهای مسلمان. یعنی پیامبر میگویند این امت به شرک آمیخته می شود. به جای اینکه عبادت الله را کند یا عبادت در حقیقت بت‌ها را میکند یا به جای بت‌ها چیزهای را پرستش میکند که مثل بت است. و خواهران عزیز، نمودهای شرکی که در سرزمین من و شما هستند روز از روز دارند زیاد میشوند. مثلا از شرکایی که خیلی و خیلی مشهور است، شرک مزار پرستی در ما هست. فلان اولیا هست میگویند قبر او رو خیلی یک گنبس میکنن یا گفتیم خیلی آرام میدهند، بالا میکنن، مردم میروند خاک اون قبر رو میخورند، به بدن خود میمالند، از اون خاک به خانه میآورند، باز اون خاک رو مقدس میکنند. چرا؟ این خاک مبارک است، این خاک شفا دارد. یا میروند یگان خوراک پخته در نزد قبر میمونند. سبحان الله، عیناً همین چیز در مشرکین هم بود، فقط اونها نزد قبرها و نزد بت‌های میبردن که میگفتن روحی همون انسان‌های صالح در داخل این بت‌ها هست و ما میگوییم این قبر همون انسان صالح هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی اجازه ندادن که قبرشون در قبرستان شود که مردم پرستش نکنند. گفتن مرا در داخل خانم بگورانید. و یگان صحابه در نزد قبر پیامبر رفته از خاک قبر پیامبر نخورده است. و یا اینکه در یگان کتاب پیدا نمی کنید که امام اعظم رحمت الله علیه یا که شاگردانشان یا شخصان دیگری از علما گفته باشند که وقتی نزد قبر پیامبر میرید که در آن زمان رفتن و زیارت خیلی آسان بود، از خاکش بگیرید، به خانه بیارید، به چهرهتان بمالید. این چیزها نبود. خواهران عزیز، حتی شاخچه درخت هایی که در بالای قبرها هست مردم به آن لطچپ میبندند و میگویند ارزوها برآورده می شود. قسم به الله شرک اکبر است. قسم به الله انسان با این اعتقادش از دین خارج است. این گونه از دنیا رفتی، به الله چی میگویی؟ یعنی 1000 بگویی لا اله الا الله محمد رسول الله، 1000 سرت را به سجده بمانی، بعدا نزد قبر روی و بگویی خاک این قبر برای ما تبرک است، لطچه بندی و بگویی ارزوهایت را بگو، نمیدونم نزد اون قبر بروی و بگویی من به اینجا یک حیوان رو ذبح میکنم که کشتن حیوان ها در نزد قبرها کم نیست. انسان تماما از دین خارج می شود و این شرک عادی نیست، این از شرک های اکبر است که سبحان الله چقدر زیاد است. یک آنه در کشوری ما نه، در اکثریت کشورهای مسلمان. و پیامبر گفتن تا روز قیامت یا گفتم نزدیک شدن روز قیامت چی می شود؟ مردم امت از مسلمان ها دیگر به شرک دست میزنند یا عموما آمیخته شرک میشوند. در
از قبر رفتن وقتی میگویند پدر و مادرم انجام داد، عیناً همون سخن مشرکانه که وقتی پیامبر چیزی میگفتن هذا ما وجدنا علیه آباءنا، گویان به پیامبر جواب میدادن که پدر و مادرمون این کارو کردن، ما دوام میدیم کردار نشو. خواهران عزیز، به بیبی و به بابا و به نمیدونم کدام موردی دیگر و دیگر نه، باید برگردیم به قرآن و سنت که آیا این کار درست است. اعتقاد است این مسئله. وقتی گفتی فلانی تا حاضر هستن نفرانی که در دعا میگویند ارواح فلانی مدد کند، ارواح فلانی به ما کمک کند، از امام اعظم شروع میکنند تا پدر و مادر، ارواح خشتومنم کمکت کند، نعوذ بالله، پناه به الله، تمام ارواحان، حتی به ارواح محمد صلی الله علیه و سلم من و شما صلوات میفرستیم، حتی از ارواح پیامبر صلی الله علیه و سلم که بهترین بشر در زمین هستند. وقتی شما میگوی ارواح پیامبر مدد کند، انسان مشرک میشود. کجا رسد ارواح فلانی فلانی گویان چند نفر رو به نام میگیرند. سبحان الله، این همه شرک است خواهران عزیز. و شرک از گناه های هست که الله میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. از گناهی که الله وعده داده است که نمی بخشد اصلا مگر توبه کنندش، مگر کنندش توبه کند. اما دیگر گناه ها رو اگر به توبه میرد هم اون در مشیت یا خواسته الله هست. و از شرک باید فرزندان خود رو از همین روز در قلب فرزندان شما باید توحید رو جای بدهید که فرزندم یگانه الله هست که همیشه برای تو کمک میکند، یگانه الله هست که در تنهایی ها از او باید مدد پرسی، یگانه الله هست که مشکلی های تو رو برآورده میکند. دیگه همه انسان ها چی رئیس باشد و چی دیگر و دیگر باشد، اینها سبب هستند. تو همیشه صاحب این سبب ها رو باید دامن او رو بگیری، به نزد او باید محتاجیت رو ببری. نباید یکی من مردم، یکی با ارواح من تعلق نشوی، یکی به قبر من تعلق نشوی. خواهران عزیز، به قبر رفته باید برای صاحب مرده یعنی صاحب قبر ببخش دعا کنیم که خدای من گناهایش رو ببخش. پروردگار، حضرت عایشه دعایی که از پیامبر آموختن این بود که پروردگار غفر الله لکم ولنا، خدایا اینها رو هم ببخش، من رو هم ببخش، من هم به اینها به نزدیکی می آیم، پروردگار قبر اینها رو هم منور کن و قبر من رو هم. نباید از آنها چیزی رو انتظار شد. به خوابم در آمد، سبحان الله، حتی استخوان کله حیوان ها یا در ما اسپند است. چقدر خانه هایی هست که به اونجا اسپند میچسبونن، گفتیم بوی خوش داره، چیزی دیگر نه، بلاگردان، نامش بلاگردان است. ریشتچه هایی که به دست میبندن، به گردن میبندن، به اون مخرچه های سیاه و سفیده که به دست و به گردن کودکان میبندن. چرا؟ چشم نرسد. یعنی این رو اعتقاد دارن که همین یک پلاسماس یا همین یک رشته بلا رو دور میکند. خواهران عزیز، کلا اعتقاد کرد انسان از دین میبراید. گفت خداوند بلاگردان است و این سبب است. این هم الکی شرک اصغر است. ما خیلی نمودهای شرک زیاد داریم و چه خیلی گفتم با بعضی از کلانسالان میگویند فلانی این چی بود، مولوی بود، نمیدونم مخصوم بود، دامولای کلان بود، این کار رو میکرد. دینت رو از دامولا نمیگیری، از کتاب سنت میگیری، از سرچشمه اصلی میگیری. باید که هر یک مسلمان بداند اگر ذره در قلبت مدد هست، امید داری که فلانی تو رو دستگیری میکند و توکلت رو به حتی انسانی زنده کرده، خداوند تو رو به حالت میگذارد. فلانی مرا کمک میکند اگر الله اجازت دهد، وگرنه او هم مثل من انسان است، مثل من هزار یک مشکلی در بالای سرش هست. خواهران عزیز، یک شرک دیگری که در ما هست، از حد احترام کردن بعضی انسان ها و از حد ترسیدن. وقتی پیامبر اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله آیت را گفتن که آنها علمای خود را به جای الله به خود ارباب پروردگار گرفتن، و پیامبر صحابه میگویند که آخر آنها پرستش نمیکنن، یا گفته آنها علمای خود را پرستش نمیکنن. پیامبر میگن وقتی که آنها حلال را حرام کرد اینها اطاعت میکنن، حرام را حلال کرد اطاعت میکنن. این پرستش است. و سبحان الله، وقتی که یک نفر حلال را حرام کرد و شما خدا را فراموش کردید و برای رضاگی او به او
تسلیم شدید یا تصدیق کردید، بدانید که شما او را مثل خدا برای خود گرفتید. یعنی در مسئله شریعت، در مسئله حلال و حرام اطاعت کردن کی هم که نباشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که این معنایش به خود ارباب گرفتن است، که این هم از راههای به شرک داخل شدن. درباره این مسئله ها من پیشتر در درس عقیده گفته بودم، ولی باز هم باید در این مسئله بگوییم تا وسیع‌تر شود. و نشانه های دیگر قیامت خواهران عزیز، قهرگی با خویش و تبار است، قهرگی با همسایه است، بد اخلاقی بد اخلاقی و قهرگی و عموما مناسبتی بد با خویش و تبار است، که این هم یک مسئله داغ است، یک مسئله هست که باید دربارش وسیع‌تر صحبت کنیم. پروردگار برایمان اذن دهد و صحت و سلامت در امان باشیم. ان شاء الله در درس دیگر ان شاء الله دوام میدهیم.